دستگاه با مشکل عدم شارژ مواجه شده. میخوایم بریم برای تعمیرش. ورژن بالا همزمان برای تعمیرش هم باید آیسی شارژ تعویض کرد، همین که رامو پروگرام میکنه. بریم برای الان دستگاه رو تعمیر کردیم، آیسی شارژ رو تعویض کردیم. الان ببینیم شارژ میکنه دستگاه. بله، دستگاه در حال شارژ شدنه. مرحله بعدی باید آیسی رو برداریم، چون این نیولن ورژن بالا هستن، باید آیسی برداشته بشه، بعد پروگرام بشه، بعد بتونیم بقیه کارش رو انجام بدیم که دستگاه تغییر مشکلی بدیم. آیسی داخل پروگرامر میذاریم. بعد طبق فایل مربوطه پروگرام میکنم.